يا حبيبم يا محمد يا رسولم يا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulin la nabiyya ba'da. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imroza suhbat ma darbori farzandha. Rasul Xudo marhamat kardan. Addibu auladakum ala thalathati khisalin. Ya'ni Rasululloh guftanki bu farzandhaton سه چیز را آداب دهید. حب نبیکم یکم به فرزندها محبتی پیغمبر را و دویمش محبتی اهل عائله پیغمبر را و سومش محبتی قرآن را به فرزندانتان تعلیم دهید. چونکه آن انسانی که پیغمبر خود را دوست می دارد به سوی آن کس رفتن می خواهد. برای رفتن راه آن کس، برای همنشین شدن با آن کس باید و انسان از عادتها، از فعل اطوار پیغمبر باید و انسان آموزد و هر حالی که در حیات خود می شود آن را به عادت و خصلت آن پیغمبر موافق کند. و دویمش اهل بیت فرزندهای عائله پیغمبر را باید به فرزندها ما یاد دهیم. گاها به یگان کسب، به یگان فعل مشهور بودگی انسانها را می آموزیم، میشناسیم، عائله وی را می دانیم، لیکن پیامبری که برای ما روز قیامت شفاعت میشدگی آن محمد صلی الله علیه و سلم از فرزندهاشان از تاریخشان بخبریم، از اهل عائلهشان بخبریم، از نسلشان بخبریم. یاد دادن با فرزندهان از سلاله پیامبر این فرمایش پیامبر خدا میشود، چونکه هر انسان محب سوی محبوب خداش حرکت میکند. و سومش با فرزندهاتون محبت قرآن را یاد دیتان گفتن. مختصر کرده اما فرزندم اگر تو حامل قرآن شوی، حافظ قرآن شوی، دان که برای تو روز قیامت 40 انسان را شفاعت کردن و با پدر مادرت تاج طلایی در جنت پوشاندن تو نصیب میکند. مثل همین آداب داده فهمان مگری انشاءالله در فرزندان نسبت قرآن، نسبت تلاوت قرآن، نسبت حفظ قرآن، ازیاد کردن قرآن در قلب فرزندها محبت پیدا می شود. دماغ هر سه همین محبت را برای فرزند در قلب فرزند ما برای جا کردن مسئول بدن آن را حس کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.